شما سعی کنید یه مقدار با سرعت پایین تر کار کنید، چون افرادی که مبتدی هستن سرعت زیاد یه مقدار باعث میشه که نتونن فشار دستشون رو کنترل کنن و اینکه کلا توی نقاشی، حالا چه مبتدی باشی چه پیشرفته، باید سعی کنی که کار رو خیلی با حوصله و با سرعت پایین انجام بدی. حالا توی آموزش ها چون یه مقدار مدت زمان ویدیوها طولانی میشه، سعی میکنیم که یه ذره سرعتی تر کار کنیم، ولی باز بهتر هست که برای کارهایی که تمرینی نیست و یه کار حالا سفارشی هست یا یه کار تابلو هست که برای خودتون دارین انجام میدین، فشار دست رو کنترل کنید و با سرعت پایین تر انجام بدید. قسمت هایی که سایه زدیم رو با مفکن مف میکنیم و آروم آروم سایه ها رو میکشیم به سمت قسمت هایی که روشن تر هست. قسمت هایی که روشن هست میتونیم همین سایه هایی که داریم رو بکشیم روشون، یا اینکه یه لایه دیگه با اچ سایه میذاریم، بعد مفکن رو میکشیم ما سعی میکنیم که همه روش ها رو توی آموزش انجام بدیم که متوجه بشید که خیلی محدود به این نیستید که بخواید اول سایه رو بذارید بعد دوباره محو کنید، یا اینکه بخواید قسمت هایی که روشن هست رو هم با اچ سایه بذارید بعد دوباره محو کنید. میتونیم حالا بعد از اینکه این قسمت های روشن رو محو کردیم دوباره یه لایه دیگه با اچ جایی که تیره هست سایه بذاریم. حالا با بیدو میام قسمت هایی که تیرگی بیشتری داشت رو مجدد یه لایه دیگه سایه میذاریم. مرتب مدل نگاه میکنم و تیرگی ها رو طبق مدل و حالتی که توی مدل هست انجام میدم، چون بعضی از قسمت ها برآمده است، بعضی قسمت ها تو رفته هست.
این قسمت دوباره یه مقدار حالت تونالیته داره سایه ها. این نکات رو رعایت میکنیم. آروم آروم که دارم لایه بعدی سایه رو میذارم سعی میکنم پرزگیری ها رو هم انجام بدم. یه مقدار وسط این دوتا تیرگی روشن تر از فشار دستم یه مقدار پایین تر میارم. پرزگیری ها رو انجام میدم. این قسمت ها تیرگی خیلی شدید نیست، پس با فشار دست پایین یه مقدار تیرگی میذارم. یه مقدار با مداده هاش میایم قسمت هایی که بین مثلا این دوتا سایه نباید مرز باشه و وصل میشه به هم، قسمت هایی که روشنی هست خب بعضی از قسمت هاش یه مقدار نیاز هست که از این روشنیه بیاد بیرون و یه مقدار تیره تر بشه. یه لایه از روی قسمت هایی که محو کردیم یه لایه با اچ همونطور که گفتیم سایه میذاریم. فقط قسمت هایی که نیاز هست.
مرز این دوتا قسمت از بین میره. قسمت هایی که مرزدار هست گفتیم خطی کار میکنیم، و قسمت هایی که مرز نداره و میخواد حالت برآمدگی پارچه ها نشون بده به سایه ها به هم وصله، مرزشون رو از بین میبریم و سایه ها رو به هم دیگه وصل میکنیم. این قسمت ها یه مقدار تیره تر هست، یه لایه دیگه با مداده هاشم میذارم. و با مفکن میام قسمت هایی که سایه گذاشتم رو محو میکنم. جاهایی که خیلی روشن هست سعی میکنم مفکانی که خیلی تیره است نکشم و تیرگی مفکن رو یه مقدار بگیرم، بعد بکشم روی سایه ها. قسمت هایی که حالت تونالیته داره مثل این قسمت که تیره است داره میاد بالا روشن میشه، اینا حتما باید رعایت بشه که برآمدگی و تو رفتگی پارچه رو نشون بدیم که قشنگ بتونیم جنسیت پارچه رو نشون بدیم. باز یه لایه دیگه با مداد B6 قسمت هایی که خیلی تیره هستن رو یه لایه دیگه سایه میذاریم. مقوایی که داریم روش کار میکنیم مقوای الر هست.
یه مقدار بافت مقوای الر بیشتر از بافت مقوای اشتنباخ هست. برای کسایی که مبتدی هستن بهتر که از مقوای اشتنباخ استفاده کنن که بافت کمتری داره و راحت تر میشه پوشوند اون بافت ها رو و سایه ها رو. مدلم نگاه میکنم، فقط جایی که نیاز به تیرگی بیشتر دارم با B6 یه لایه دیگه میام روش، همه قسمت ها رو یه لایه دیگه سایه نمیذاریم. مرتب به مدل نگاه میکنم و حالت سایه ها رو هم طبق مدل میذارم. برآمدگی، تو رفتگی سایه ها، برآمده است، تو رفته است، اینا همه طبق مدل پیش میریم. قسمت هایی که یه مقدار سایه ها مرزدار و خطی هستند با نوک مداد یه مقدار مرزدارتر و خطی تر سایه ها رو انجام میدیم. این قسمت ها یه مقدار بعضی قسمتاش تیره هست، همه قسمت ها رو تیره نمی کنیم. باز با محو یه مقدار سایز کوچکتر برمیدارم محو رو که این قسمت هایی که یک مقدار ریزتر هست رو بتونم محو کنم و قسمت هایی که نیاز هست بین سایه ها مرز از بین بره یه مقدار محو میکشم. این در این اطراف تیره تر هست. این قسمت ها اصلا مرزی وجود نداره، مرزها رو از بین میبرم. و با B12 باز اون قسمت هایی که خیلی خیلی تیره هستن رو یه لایه سایه میذارم و جایی که سایه هام خطی هست با نوک تیز مداد سعی میکنم
انجام بدم. با مداد B12 باید دقت کنیم فقط قسمت هایی که تیرگی شدیدتری داره یه لایه دیگه سایه بذاریم، همه قسمت ها نباید بذاریم. با مداد B6 که نوکش رو کاملا تیز کردیم، یه قسمت هایی که میخوایم یه مقدار مرزدار باشه سایه ها روشون کار میکنیم و سایه ها رو یه مقدار خطی تر میذاریم، فقط قسمت هایی که نیاز هست. مرتب به مدل نگاه میکنیم. قسمت هایی که نورخوردگی یه مقدار زیادتری دارن، حالت خطی تر هست، با پاکن اتودی که تیز کردیم، تیز کردن پاکن اتودی هم قبلا عرض کردم خدمتتون به چه شکل هست. قسمت هایی که روشنیش بیشتر هست گفتیم با پاکن اتودی انجام میدیم. قسمت هایی که یه مقدار روشنی محفتری داره با پاکن مدادی فرچه‌ای انجام میدیم. باید دقت کنیم که روشنی خیلی پهن نشه، به اندازه‌ای که توی مدل میبینیم روشنیمون باریک یا پهن بشه. به مدل نگاه میکنیم و هر جایی که نیاز هست روشنی ها رو میذاریم. قسمت پایین دوباره جایی که نیاز به تیرگی هست تیرگی ها رو میذاریم، با مداد هاشمون زیرسازی سایه های تیره رو با هاش انجام میدن.
مرتب مدل نگاه میکنم و طبق مدل تیرگی ها رو میذارم، حالتی که توی مدل هست. قسمت یه مقدار برآمده هست، باز تیرگی قسمت رو میذاریم. این پارچه چون جنسش ساتن هست، قسمت هایی که برآمده هست خیلی روشن هست، به خاطر اینکه نورخوردگی روی پارچه ساتن خیلی شدید میشه و قسمت برآمده ها یه مقدار روشن هست نسبت به پارچه معمولی. باز این قسمت تیرگی ها رو میذارم طبق مدل. قسمت پایین لباس رو من مقایسه با ترک انجام دادم، یک مقدار کوتاه بود و یک مقدار پایین لباس رو بلندتر انجام دادم. شما هم در انتهای طراحی باید مقایسه کنید طراحیتون رو با مدل. میتونید توی گوشی عکس مدل رو و عکس طراحیتون رو کنار هم دیگه بذارید و مقایسه کنید، ببینید کدوم قسمت ها ایراد داره و نیاز هست که روش کار انجام بشه. مخصوصا توی طراحی چهره این روش خیلی روش خوبی هست که عکس مدل و عکس نقاشی رو توی گوشی کنار هم دیگه میذاریم و با هم مقایسه انجام میدیم و ایرادات نقاشی رو میگیریم. راحت تر متوجه میشیم که کجاها ایراد داره.
وسعت تیرگی رو باز طبق مدل انجام میدیم، نه خیلی وسیع تیرگیمون نه خیلی کم، طبق مدل. این قسمت نه خیلی تیره هست نه روشن، از یه خاکستری متوسط داره. قسمت پایین دوخت لباس، این قسمت یعنی خطی هست تیرگی. اینجا یه مقدار پایه دوربین که جلوی دستم هست، مشکل سایه زدن این قسمت.
بعد از اینکه سایه ها رو گذاشتیم شروع میکنیم به محو کردن سایه ها. با محو کردن یه مقدار سایه ها رو به سمت قسمت های روشن هم میبریم، ولی باز بعد نیاز هست که اینجاها با مداده هاشمون سایه بزنیم. این سایه گرفته میشه و به سمت بالا کشیده میشه، حالت تونالیته به سمت بالا داره. قسمت هایی که نورخوردگی شدید در این قسمت های برآمده روی لباس رو خیلی سایه تیره نمیاد، خیلی محکم روش نمیاد. یه لایه دیگه با مداد بیدو میایم روی قسمتی که تیره هست سایه میذاریم. برای همه قسمت ها نیاز نیست، فقط قسمت هایی که تیره هستن.
مرتب به مدل نگاه میکنم که فقط قسمت هایی که نیاز هست لایه بعدی رو سایه بذارم. این قسمت ها خیلی تیره نیست، پس فشار دستم رو خیلی کم میکنم.
باز این قسمت همینطور. اگر که قرار باشه بدون محو کردن سایه همون رو بذاریم، اصلا نباید بذاریم این سفیدی ها بمونه. اگر قرار بود که فقط با مداد کار کنیم، باید با نوک تیز مداد آروم آروم این پرس ها رو بگیریم، سفیدی ها رو بگیریم. ولی وقتی که قرار باشه محو بشه، اینا توی محو کردن خودش گرفته میشه. قسمت یک مقدار تیره شد. قسمت هایی که یهو تیره میشه یا لک میشه، با پاکن مدادی فرچه میتونیم به راحتی درستش کنیم. یه لایه با مداد هاش قسمت هایی که روشن هستن به جایی که نیاز هست با مداد هاش سایه میزنیم. این قسمت حالت تونالیته داره به سمت بالا. باز اینجا همینطور آروم آروم داره میره به سمت بالا. نزدیک این تیرگی که میشه این قسمت روشن‌تر میمونه. اینطوری میتونیم بالا و پایین شدن پارچه رو، تو رفتگی و برآمدگی پارچه رو نشون بدیم با رعایت تونالیته ها. باز این قسمت آروم آروم داره میاد به این سمت روشن میشه. اینجا تیره است میاد به این سمت روشن میشه. اینجا تیره است میاد به این سمت روشن تر میشه. بازم تاکید میکنم شما باید سعی کنید با سرعت پایین تر انجام بدید که کار با کیفیت تری باشه. اینجا به خاطر اینکه ویدیو خیلی طولانی نشه یه مقدار سرعتی کار میکنیم. باز اینجا آروم آروم به سمت این تیرگی که میرسه روشن‌تر میشه. سایه هم از پایین تیره است به اینجا که میرسه یه مقدار روشن‌تر هست. این قسمت این دوتا تیرگی کامل به هم وصل میشه و تونالیته ای نداره.
ولی این قسمت باز حالت تونالیته داره. اینجا تیره هست داره میاد به این سمت، یه مقدار داره سایه ها روشن‌تر میشه. اینجا یه لایه دیگه من سایه میزنم چون تیره تر هست. به این سمت که میام سایه هم روشن‌تر میشه. این قسمت یه مقدار تیرگی هست. یکم حالت خط این قسمت تیره است، تونالیته به این سمت روشن‌تر میشه. طبق مدل هر جایی که نیاز هست قسمت هایی که یکم روشن بودن رو یه لایه دیگه روشون میذاریم که تیره تر بشه. اینجا با حالت تونالیته داره از تیره داره به سمت روشن میاد. اینجا تیره است به این سمت که میاد روشن تر میشه. اطراف یه مقدار تیره تر هست. باز اینجا تیره است به سمت داخل که میاد روشن تر میشه. این قسمت ها تیره است به سمت بالا که میره یه مقدار روشن تر میشه. خط پایین لباس تیره هست ولی خب یک مقدار تونالیته داره و به سمت بالا روشن تر میشه. باز خط بالایی که برای دوخت لباس هست خود خط تیره هست به سمت بالا که میره روشن تر میشه. این سراغ محو کردن. این قسمت از بالا به سمت وسط یه مقدار سایه میاد، از پایین به سمت وسط یه مقدار سایه میاد. خود وسطه روشن میمونه که بتونیم حالت برآمده شدن پارچه رو این تیکه نشون بدیم. از دو تا طرف تیرگی میاد، وسط روشن میمونه.
حتی محو کردن هم باید طبق مدل انجام بشه. بعضی از قسمت ها باید تیرگی محو کن کشیده بشه، بعضی از قسمت ها نباید محو کن خیلی تیره‌ای کشیده بشه. باز این قسمت از پایین به سمت وسط مفکن رو میکشیم، از بالا به سمت وسط که این وسط روشنیه بمونه و باز بتونیم برآمدگی این قسمت رو نشون بدیم. این دو تا سایه به هم وصل میشه. از اینجا تونالیته است تا این تیرگیه. اطراف تیره است، به سمت داخل که میاد روشن‌تر میشه. داریم پای دوربینه نمیذاره که با تمرکز. قسمت هایی که نیاز هست از مفکن ریزتر استفاده میکنیم. میریم سراغ لایه بعدی سایه‌مون که با مداد B6 قسمتایی که خیلی تیره هست دوباره روشون سایه میذاریم. مرتب به مدل نگاه میکنیم چون همه قسمت ها رو نباید تیره کنیم و لایه بعدی سایه رو بذاریم. فقط بعضی از قسمت ها نیاز به لایه بعدی سایه مون داره. این قسمت تا انتها تیرگی رو نمیذاریم. بعد یک قسمت تیره هست که طبق مدل فقط همون قسمت رو تیره میکنیم. این قسمت تیرگی مطلق هست و به انتها که میرسه یه مقدار حالت
این قسمت یه مقدار حالت تونالیته داره که باید دقت کنیم که یک دست تیره نشه و تونالیتهش رو حفظ کنیم. اینجا نیاز هست که این دو تا سایه بعضی از قسمتش به هم وصل بشه. اینجا هم همینطور. با مداد همون B6 یه مقدار دیگه قسمت های تیره رو مجدد سایه میذارم. باز با مداد B12 جایی که مطلق تیره هست یه لایه دیگه سایه میذاریم. اینجا به حواسمون باشه این تونالیته این قسمت رو خراب نکنیم. و جایی که تیرگی مطلق هست با B12 میذاریم همین قسمت ها نیازی نیست گذاشته بشه سایه با این مداد. باید دقت کنیم که تونالیته ها رو به هم نریزیم. باز با مداد B6 اون قسمت هایی که خیلی زیاد تیره نیست، مطلق تیره نیست، با مقایسه مدل با نقاشیمون جایی که نیاز هست باز سایه میذاریم. اون قسمت هایی که سایه ها حالت مرزدار هست با نوک مداد اون مرز رو ایجاد میکنیم، به حالت خطی سایه میزنیم.
باز با B12 اگر که مقایسه میکنیم با طرحمون، اگر که جای نیاز هست سعی میکنیم که تیرگی رو بیشتر کنیم. این قسمت ها با B6 یه مقدار تیرگی نیاز هست بذاریم. خط دوخت لباس رو با نوک تیز مداد B2 یه مقدار مشخص تر میکنیم و به سمت بالا سایه زدیم این قسمت رو و با محو کن یک مقدار محو میکنیم. یه مقایسه با مدل، یه مقایسه کلی با مدل انجام میدیم. جاهایی که نیاز هست تیره تر میکنیم. الان یه مقدار بالا تنه تیره تر از پایین تنه هست. شروع میکنیم به انجام دادن تیرگی هایی که مورد نیازمون هست. با مداد B2 من به مدلم نگاه میکنم و جایی که نیاز هست رو باز یه لایه تیرگی میذارم. یه مقدار با مداد هاشم قسمت هایی که روشن تر هست ولی نسبت به روشنی خودش تیره تر هست، با مداد هاشم یه مقدار دوباره تیرگی ایجاد میکنم. یه لایه دیگه قسمت نیاز هست با B2 یه مقدار تیرگی زده بشه. با مداد B6 هم باز جاهایی که تیرگی زیادی داره مجدد هم پرزگیری انجام میدم، هم سعی میکنم که تیرگی ایجاد کنم. قسمت ها یه مقدار رو B2
و حالا با مفکن سایز متوسط دوباره این سایه هایی که نیاز هست به هم دیگه وصل میکنیم. جایی که نیاز هست محو بشه یه مقدار محو‌تر. بعضی از قسمت ها که نیاز هست تیرگیش رو با مفکن بذاریم، دوباره با مفکن یه مقدار تیرگی ایجاد میکنیم، مفکنی که نوکش سایه مداد باشه. این قسمت یه مقداری تیرگی با مداد هاشم ایجاد میکنم طبق مدل. اینجا این دوتا سایه وصل میشه به هم دیگه. این قسمت های مقدار نیاز هست که تیره تر بشه. مرز این دوتا سایه مقدار بعد از بین بره، وسطشون مفکن میکشیم. به یه نکته خیلی توی جنسیت سازی پارچه باید توجه بشه. مثلا الان این قسمت رو ما میخواستیم تو رفتگی پارچه رو نشون بدیم و برآمدگی. تو رفتگی الان تیره است، برآمدگی های اطراف روشنه، ولی این برآمدگی ها باز خودش یک دفعه روشن نمیشه، یه مقداری سایه وصل میشه به قسمت روشن از این طرف، باز از سمت بالا هم یه مقدار سایه میاد به سمت پایین. این وسط یه لایه خط نازک روشن میمونه. این وسط از دو طرف یه مقدار سایه کشیده میشه، باز از اینجا همینطور سایه کشیده میشه تا یه حدی، باز از بالا یه مقدار سایه کشیده میشه، وسط روشن میمونه و برآمدگی ها نشون میده. باز نگاه میکنیم اگر جای نیاز به تیرگی بیشتری داریم با مداد B12 این قسمت ها یه مقدار تیرگی با مفکن اضافه میکنیم. این قسمت همینطور. اینجا یه مقدار سایمون حالت خطی داره، و اینجا باز نیاز به سایه داریم.
مرتب مقایسه با مدل انجام میدیم. هر جایی که نیاز هست مجدد سایه میذاریم. این کار مقایسه با مدل رو اونقدر تکرار میکنیم، انجام میدیم که نتایجی که میشه نقاشیمون شبیه مدل بشه و آروم آروم شبیه سازی رو انجام میدیم. این هم از آموزش جنسیت سازی پارچه ساتن. موفق باشید. خدایا رو نگهدارتون باشه.